أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران عزیز، ما تصمیم گرفتیم که با توفیق الله کمی هم باشد تا مقداری میدونستگیمون با فهموندن درس‌های دینی کوشش خود را به خرج دهیم. کتاب قاعده بغدادی جزء نبع، یعنی سوره امه، در حدیث بخاری و مسلم آمده است که عن عایشه قالت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. از عایشه رضی الله عنها روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند کسی که در خواندن قرآن مهارت دارد روز قیامت منزلت مانند منزلت فرشتگان بزرگوار و نیکوکار خواهد داشت و کسی که با لکنت زبان و سختی آن قرآن را تلاوت نماید دو پاداش دارد. انشاءالله آنهایی که کوشش میکنند زبانشان نبیپیچد، تلفظ رو حرکت میکنند که با طرز درست بگویند اما زبانشان نمیپیچد، آنها دو اجر زیادتر از قاری‌ها، از انسان‌هایی که قرآن را حفظ میدونند اجرشان زیادتر است. انشاءالله اینک میگذاریم به درس. انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الف با تا ثا جیم ح خا دل ذل را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ها همزه یا عکس های مخرج رو گذاشته ایم و این چونین انشاءالله طرز نمودی تلفظ رو با کدوم مخرج تلفظ کرده می شود انشاءالله در پیشانی می نویسیم. انشاءالله در مورد بخوند و سوال ها باشد انشاءالله سوال کنید جواب میگردونیم. برادران عزیز 15-20 درس دیگر است انشاءالله برای اسود کردن و خونده توانستن قرآن. انشاءالله کوشش کنید، اگر خواهش داشته باشید بنویسید. انشاءالله درس های دیگر رو نیز به طرز آسان با شما پیشکش کنیم و سوال هایی باشد سوال کنید انشاءالله جواب میدیم و اگر خطاگی کرده باشیم بگوید انشاءالله خطاگی‌هامون را اصلاح کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.